او برادرایم شاور چی رقم سپریک دین در زیر از این خیمه که آوار شده در روی زمین؟ شاو والله رو بوره تقریبا یخ زد دیگه بود. برادر دو شب مور دیگه ناامید خداییش ناامید چه دادیم که از دست از یخی دو سرمایی که دو شب بود. خب این فکری که ما منیم از زندلا خود جان سالم بدر که از پیش سرما فکرم جان سالم بدر نخواهد. چون اینمی باشه موشاو دستو برکولگی خواهد نرفتیم از دست یخ. دیگه این خیمایی که برای از مدت اینیا دایی باد خوش سر بود دیر نم. دیگه نمیشاو دستو برکولی مو بیرون من بود. یعنی گزاره نمیشه زیر خیمه؟ دایی خیمه گزاره نمیشه. برادر اینمی خیمه دینا سات گزاره نمیشه چونی این خود این بادی که این منطقه داره و دایی خیمه نمیشه. که باد خیلی کلی خیمه هم دوشو آمد چاکه دینا خیمه موساری شو چپاش. دیگه دوشو تصور با کلی موانیم تنجی کتی خیلی بچه دارم یخیر ما دارم میدم. همه مو بیرون. برادران خواهش از ما کلی دوستای نمیاد دیگه گاهی. فکری داغ از ما بکنه. تا که ما نموردی بعد از مرگ دیگه هرچی که کمک کنه و درد نمیکنه. ده فکر سرپناه باید باشه. فقط کمک از ما نیست سرپناه دیگه غیر از دیگه نه سرما هم برد چیز کمک سرپناهیه دیگه خاطر که اینجا سرما از خیلی شدید سرما داره. اگر کمک سرپناهی مستاو از کلی خواهش از ما نمیاد که دمو سرپناه جور. سعید تشکر. در اخیر سلام عرض ادب خدمت بیننده ها و شنونده های این ویدیو. مشت نمونه خروار این یک فامیله. هوا هم خیلی سرده نمیشه هم دیگه در کل جای آدم بگرده چون خیمه ها پراکنده بین قریه دور از هم دیگه. خانه ها هم که زلزله ویران کرده، خیمه ها هم که دیشاو پریشاو دیروز باد نمی رقم کل گرد زمین آور کرد و از بین برده دیگه پاره کرده دیگه قابل استفاده نیه. تشکر از توجهتون.